حالا رشته سخن و هماهنگساز جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان جناب شرف‌الدین گدایی افتاده می شود. درود و سلام حاضرین گرامی. عرض و سپاس به برگزار کنندگان این همایش که برای ملت تاجیک این سازشنامه رضایت صلح و وحدت ملی تاجیکستان واقعا هم در آن دوره عقل‌های سالم غلبه کردند و مردهای بزرگوار شیشتند این سازشنامه را به امضا رساندند و ملت تاجیک را از روزهای داغ و از روزهای سرد بیرون آوردند و مردم تاجیک نسل جوان باید از این سازشنامه، از آن جنگی که بالای مردم تاجیکستان آوردند باید آگاه باشد. اصلا در اینجا سخن درباره خیانت می رود. خیانت می رود نفری که در تاجیکستان به همه این ارزش ها خیانت کرد، به همه آن چیزی که ما افتخار می کردیم و می توانستیم این را یک دستاورد بزرگی ملت تاجیک در جهان معرفی کنیم، اما این را خیانت کردند، تجاوز کردند بالای این و به نسل‌های آینده یک تاریخی تلخی را هم گذاشتند. رحمانوف از دوران سابق اتحاد شوروی در خدمات مخصوصی جاسوسی کار میکردند. به دست آمدن استقلالیت همون فعالیت های خود را قطع نکردند و در گروه جنایی فرانت خلقی که در آن طرف در آن لحظه ها از جانب خدمات مخصوصی دیگر کشورها تشکیل شده بود و رحمانوف را همچون یک نفر شخصی خودشان که سالهای دیر در خدمتشان بود وارد این گروه کردند و با وعده دادن همان دوره سنگک سفروف، فیضعلی سعیدوف و دیگران در آنجا رهبران فرانت خلقی گفته بودند که ما شما را این نفر را تنها به خاطر 2 سال در 16 شورای عالی پیشنهاد کرده بودند و خدمات جاسوسی دیگر کشورها نیز وعده داده بودند که بعد 2 سال هر نفری که از جانب فرانت خلقی پیشنهاد کرده شود آن ما قبول میکنیم و یکی از سبب‌های کشته شدن سنگک سفروف، فیضعلی سعیدوف و دیگران نیز در همین بود که آنها نتوانستند بعداً که این عهد را شکنند این 2 نفر را هم کشتند که آنها بودند که یگانه آنها بودند که رضایت دادند. البته اینجا میان عربی هم نیز بود که آنها را پیشکی آموده کرده بودند، چون کمک هایی که از آن دولت ها گرفتند آنها وابسته آنها بودند و جنگ شرمندی یا جنگ آن بالای تاجیک تکمیل شده بالای مردم تاجیک در دیگر کشورها تعریضی میشد. عملیات های نظامی که در تاجیکستان میگذراندند زنها و فرزندان این ملت را میکشتند، جوانمردان این ملت را میکشتند، بدبختانه در دیگر کشور تعریضی میشد و تنها با رحمانوف آگاه میکردند یا در بعضی عملیات ها آنها را هماهنگ میکردند با هم دیگر. این حادثه ها را مردم تاجیکستان حق دارند. تاریخ امروز آن نفری که
مردم پیشوای خود میگذارند، پیشوای ساخته خود میگذارند، اساسگذاری که در واقعا هیچ اساسی نگذاشته است، تنها مانع‌های ایجاد کرده است برای این سازشنامه. امروز آن را اساسگذاری صلح و وحدت می‌نامند. اگر تاریخ، واقعیت‌ها و آن حالت‌های را خوب نظر کنیم، در واقع اساسگذاری جنگ، اساسگذاری همه خونریزی‌ها رحمانوف بود، پیشوای قاتلان بود، پیشوای یک عده جنایتکاران بود. هیچ برای ملت دولت تاجیکستان خدمت نکرده است و خیانت‌هایی که در سالهای جنگی شهروندی تاجیکستان انجام داده بود برای ملت بس نبود. تنها به مقصدهای اهریمنانه خود، به هدفهای اهریمنانه خود ادامه داده، ده ها هزارها جوانان این ملت را قتل و کشتار کرده اند. نابغگان ملت تاجیک را کشتند، جوان مردان این ملت را کشتند. برای ملت، از ملت سربلند و سرفراز تاجیک، از ملت باشعور و دانشمند تاجیک، امروز ما با یک ملت مهاجر، با یک ملت در بدر بیچاره بی حقوق به این مبدل گرداندند. افسوس ملت شریف تاجیک را تسلو کردند، ولی آنها فراموش نکنند که جسوران این ملت، جوانمردان این ملت زیاد هستند. جوانمردان این ملت زیاد هستند و هیچگاه نخواهند گذاشت که به جنایتکاری و به بدبختی که بالای سر ملت آوردند ادامه دهند. امروز ملت تاجیک، شهروندان تاجیکستان به وحدت واقعی نیاز دارند. به وحدت نیاز دارند که برای پره تأمین کردن وحدت واقعی در تاجیکستان باید تلاش ورزند. امروز نابسته از آنه که ما در کدام موقع سیاسی قرار داریم، دین ما چی است؟ ما یهودی هستیم، مسلمان هستیم، نصرانی هستیم. هر کسی که دلش برای تاجیکستان می‌سوزد باید از این نقطه نظر باید که امروز با هم بیایند. دیگر ما باید گروهی و به گروه ها تقسیم نشویم، با حزبی تصمیم نگیریم. امروز وقتی آن رسیده است که ما در اساس منفعت‌های عمومی ملی تصمیم میگیریم. آینده تاجیکستان با آنهایی که سر قدرت با طریق زوراوری، با طریق غصب کردن حاکمیت مردم نشستند زیر خطر است، زیر خطر جدی قرار دارد. باید امروز برای از این خطر نجات دادن ملت تاجیک، مردم تاجیک، به وحدت و یگانگی دعوت میکنم از این فرصت استفاده برده برای آینده تاجیکستان میشینیم و هر مسئله‌ای که باشد بررسی کنیم و راه یگانه را، هدف یگانه را معین کنیم و ملت را از این روزهای سخت آزاد نماییم. وگرنه ملت تاجیک آهسته آهسته نیست نابود می شود، آهسته آهسته فرهنگ و تاریخ خودش را از دست می دهد، آهسته آهسته این ملت را باز هم به مهاجر و به غلامی تبدیل خواهند داد.
باید ما پیشگیری کنیم از این. از فرصت استفاده برده همه ملت تاجیک را، همه آنهایی که دلشان به این سازشنامه می سوزد و تلاش کردند تا امروز که این را حفظ کنند، ولی با هر بهانه‌ای که از ترس باشد خودداری میکنند که ابراز بدارند که این سازشنامه باید شکسته نشود. و با آنها تشکر میگویم. من میبینم که زیاد نفرها امروز خواستار برقرار کردن این سازشنامه هستند، ولی با خائن، با خیانتکار دیگر باید که هیچ سازشنامه‌ای وجود نداشته باشد. همه مردم شریف تاجیکستان را با این روز وحدت ملی تبریک میگویم و آنهایی که این روز وحدت را مقدس دانستند، تا این سازشنامه را مقدس دانستند، تا لحظه آخرین پابند وعده و دست دادن خود بودند، تبریک میکنم. تشکر زیاد به همه شما، به دقتتان، به حضورتان.